آقا یه مطلبی رو من داداش بگم موقع اشتباه نشه. من وقتی که دوستای من میان پیش من مهمون، من دوباره عرض میکنم من با انسان ها دو دسته دیگه، زن و مرد دیگه. من با خانوم ها رفیق ترم. با میگم مثلا یارو میاد میخوام بره، من حاجارش هم میدونه رفیق پسر منم بیاد، من صبح حوصله ندارم. یعنی فکر نکنین چون او دختر اینجا بود کارش تمام. نه من دختر میاد اینجا با هم فیلم نگاه میکنیم، دست به هم اینجوری به هم نمیکنیم، به قرآن به جان پدرم. صبح برادر میخوام بیدارشم بود خودم باشم، نمیتونم. این رفیقای پسر منم میدونم، پس یعنی دختر و پسر نداره. خودم هم خونه مردم میرم شب میخوابم، 5 صبح فرار میکنم میرم که یارو تنها باشه. پس اینو فکر نکنی حتما او دختره اومد کارش کرد رفت. نه، پسرم بیاد با صبح بزنه بره دیگه. پسر که نمیکنم که میاد. بچه‌ها مهمترین چیز در زندگی اینه که دنبال قضیه نباشیم، چون بو میده. گرفتی چی شد؟ بعد الکی فاز وای دخترها رو تو به فلک بستی، بعد اینا رو گفتی برن خیلی بده. نه رفیقای پسر منم که بیان، یا با تو ساعت 7 صبح 8 صبح دو اتاق من نیان، من این در رو میبندم. ولی دیگه پسر که نمیتونم بگم بیا بغل من بخواب، که این میاد بغل من میخوابه. جان سایه رو نگاه کنی، اینجا رو نگاه کنی، نه کو اینجا رو گرفتی چوری شد. پسر که نمیاد بغل من بخوابه، که پسر میره اون بیرون، من در رو میبندم مزاحم من نمیشه. ولی یکی که میاد اینجا میخوابه، این سایه این باید تنها باشه سر صبح. پس الکی فاز نگیریم با خانوم ها. نه من با خانوم ها خیلی جورتر از آقایون هستم، رفیق ترم. چه من دست بزنن چه دست نزنین، صبح باید ترک بکنم منزل. قربان شما، خداحافظ. آقا ما بعد یه چرت و کوسا دیدم حاجی اومد با چراغ جادویی علایالدین، میخوایم بریم باشگاه. اینو نها کنین، این اوده. این خارکوزه دیگه داره زیادی داره. نه بوش چرا بوده دیگه. آجیر خارکوزه در نیاده پاش بزنم خونه رو. یه غذای میل بکنیم آجی و تخم‌مرغ خوردم 12 تا سفیده. بچه ها ماست فراموش نشه. میریم برای حرکت پا.